هموطنان عزیز، در این لحظه ها که سال نوی ملادی 2021 فرا می رسد، کل مردم شریف کشور و هموطنان برون مرزیمان را به این مناسبت صمیمانه تبریک می گویم و به هر یک فرد تاجیکستان پیش از همه تندرستی و آسایش، روزگار آباد و آرام و اقبال بلند آرزو می نمایم. سال 2020 یعنی سالی که به آخر رسیده ایستاده است، در تاریخ انسانیت همچون یکی از سالهای از هر لحاظ وزنین ترین ثبت می گردد. خصوصاً در تمام کشورهای دنیا با صورت پهن گردیدن بیماری سیرایتی کرونا ویروس باعث فوت بیش از 1,600,000 نفر ساکنان سیاره گردیده، با اقتصادیات جهان خسارات بسیار وزنین رسانید. در سال سپری شونده با وجود تأثیر منفی عامل‌های بیرونی بخصوص بیماری سیرایتی کرونا ویروس که باعث کاهش جدی سرعت رشد اقتصادیات جهان از جمله تاجیکستان گردید، در نتیجه چاره‌های سریع وقت عملی نموده حکومت مملکت رشد باثبات اقتصادی ملی در مجموع تامین گردیده، در حیات جامعه و ساحه‌های گوناگون اقتصادیات پیشرفت و نوسازی ها ادامه یافتند. بنابراین سال 2020 با وجود مشکلات زیادی در این دوره جای داشته، به تاریخ نوین کشورمان همچون مرحله زحمت صادقانه و وسعت بی‌سابقه پیدا نمودن کارهای آبادانی و سازندگی وطن عزیزمان وارد می گردد. زیرا با دستگیری مردم باننگ ناموس مملکت و تشبس‌های صاحبکاران سخاوت پیشه بسیار اقدام و نقشه‌های بنیادکارانه عملی گردیدند. حکومت مملکت در سال 2020 تمام امکانیت و ذخیره‌های موجوده را به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد برای زندگی شایسته ساکنان روانه نمود. از جمله جهت حل مشکلات و مسائل اجتماعی، علم و معارف، فرهنگ و تندرستی، زنان و جوانان، دستگیری طبقه‌های نیازمند و آسیب پذیر جامعه در روحیه وطن دوستی و وطن پروری و حس بلند ملی تربیت کردن نورسان و جوانان، همچنین معین نمودن جایهای نوی کاری برای هموطنانمان یک سلسله تدبیرهای مشخص عملی گردانیده شدند. در برابر این میخواهم یک مسئله مهم را تاکید نمایم. گرچند بیماری سیرایتی کرونا ویروس در کشور ما قریب به نیستی رسیده است، ما باید به این بد نیز هوشیار باشیم، با بی‌پروایی و فارغبالی راه ندهیم، مصلحت و توصیه های طبیبان و متخصصان و قاعده های بهداشتی شخصی و جمعیتی را به طور قطعی رعایت نماییم، چونکه گرفتار شوی آدمان با این بیماری در بعضی ممالک دنیا از نو اوج گرفته ایستاده است. هموطنان عزیز، در سال سپری شده ایستاده در محیط آزاد و دموکراتی و شفاف برگزار گردیدن دو چاره‌بینی بسیار مهم سیاسی
انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان، مجلس های محلی وکیلان خلق و انتخابات پرزیدنت مملکت دلیل واضحی پایداری صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، توسعه یافتن فرهنگ سیاسی و حقوقی شهروندان کشورمان و عموماً دستاورد بزرگ نظام سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال گردید. جشن 5500 سالگی سرزم باستانی و بزرگداشت 700 سالگی فرزند فرزانه ملت کهن بنیادمان کمال خرجندی که با قرار سازمان با نفوذ بین المللی یونسکو برگزار گردیدند، کامیابی مهمی مردم ما در سمت گرامی داشتی ارزش‌های تاریخ و فرهنگ قدیمی خلقمان در سال 2020 محسوب می شوند. همچنین گذرانیدن چندین چاره‌بینی‌های عاموی از جمله فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطن عزیز من با اشتراک فعالان نو وسیع قشرهای گوناگون جامعه پدیده نیک و خاطرمانی سال 2020 می باشد. هدف رهبر دولت از این تشبث بلند برداشتن سطح معرفتناکی و سوادناکی اهل جامعه، پیش از همه نورسان و جوانان حس بلندی وطن دوستی و وطن پروری، هویت ملی، احترام گذاشتن به زبان و تاریخ و فرهنگ قدیمه تاجیکان، توسعه جهانبینی علمی و تکنیکی و رشد علمهای طبیعی و دقیق به شمار می رود. با استفاده از فرصت من به همه اشتراک کنندگان و خصوصاً به غالبان این آزمون ها احسان می گویم و باور دارم که آنها منبع نیست در همه ساحه‌های حیات علمی و فرهنگی مملکت فعال و تشبثکار خواهند بود. ضرور است که در سال 2021 و سالهای دیگر نیز این چاره‌بینی و آزمون‌ها با مسئولیت بلند، آمادگی بازم بهتر و با جلب شماره هرچی بیشتری اشتراک کنندگان ادامه داده شوند. در سال نوی میلادی یعنی سال 2021 ما جشنی برای هر یک فردی مملکت بزرگ و مقدس 30 سالگی استقلال و آزادی کشور محبوبمان را تجلیل می نماییم. باور دارم که مردمی با ننگ و ناموس و سازنده و آبادکار ما این صحنه تاریخی و تقدیرساز دولتمان را با دستاوردهای شایسته استقبال می‌گیرند. طبق تحلیل‌های متخصصان و کارشناسان سازمان‌های با نفوذ بین المللی از جمله سازمان ملل متحد سال 2021 در مقیاس سیاره از لحاظ تأمینات با آذوقه‌واری یکی از سالهای سنگین‌ترین و وزنین در 100 سال آخر می‌گردد. علاوةً بیش از 270 میلیون نفر آدمان در ده‌ها کشور دنیا بر اثر بحران شدید اقتصادی و مالیوی، پسروی با سرعت استحصالات، افزایش بی‌سابقه بیکاری، کمچین گردیدن مواد غذایی و بالاروی نرخ‌ها به گرسنگی و فقر گرفتار می شوند. بنابراین ما باید از حالا آمادگی همه طرفه را به کشت و کار بهاری وسعت داده با استفاده عاقلانه هر یک وجب
زمین کارم، از جمله زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی دقت اولین درجه ظاهر کنیم و با استفاده از تخمی‌های اعلی صفت هرچی بیشتر محصولات با صفت کشاورزی استحصال کرده حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت و طلبات مردم را با مواد غذایی باز هم بهتر تأمین نماییم. قابل ذکر است که ساکنان مملکت امروز ثمره مراجعتنامه رهبر دولت را از ماه اپریل سال 2020 دایر به زیاد کردن میدان کشت کارتاشک، زراعت‌های غله‌دانگی و وسعت دادن کشت تکراری دیده ایستادند. ما این کار را با در نظر داشت مشکلات ذکر گردیده وابسته به آذوقه‌واری باید در سال 2021 نیز ادامه دهیم. باز هم بیشتر زحمت کشیم تا که با کمچینی محصولات و بالاروی نرخ‌ها در بازار استعمالی راه ندهیم و مردم تاجیکستان به تنقیصی و محتاجی گرفتار نشوند. همچنین ضرور است که هر یک عائله با مسئله صرفه سرشتکاری در همه جنبه‌های روزگار قبل از همه با استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق، مواد غذایی و رعایت حتمی طلبات قانون تنظیم بسیار جدی مناسبت نماید. هموطنان عزیز ما نباید فراموش کنند که با سبب افزایش اهالی، منتظم زیاد شدن شماره مؤسسه‌های اجتماعی و کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، طلبات بر نیروی برق نیز با سرعت می افزاید. بنابراین بار دیگر به کل ساکنان تاجیکستان مراجعت می نمایم. اگر ما خواهیم که فصل زمستان را به عذاب و مشکلی گذرانیم و ضرورت محدود کردن انتقال برق پیش نآید، باید هر یک عائله، تشکیلات و مؤسسه‌ها و کارگاه و کارخانه‌ها صرف نظر از شکل مالکیت با استفاده صرفه‌کارانه و با انصافانه نیروی برق در دوره زمستان اعتبار اولین درجه دهند. در چنین شرایط هر فردی وطن دوست و وطن پرور و با ننگ و ناموس جامعه باید تمام سعی و تلاش خود را با احساس بلند مسئولیت شناسی به خاطر پیشگیری کردن پیامدهای بحران شدید اقتصادی و مالیوی جهانی، تأمین نمودن پیشرفت باثبات تاجیکستان صاحب استقلالمان و در عرصه بین المللی بلند برداشتن مقام و منزلت کشور عزیزمان سفربر نماید. بخصوص در کارهای آبادانی و سازندگی که در دایره آمادگی به جشن مقدسی ملی 30 سالگی استقلال دولتی به نقشه گرفته شدند، هر یک فردی با ننگ و ناموس و تمام مردم کشور باید سهمگزار باشند و هر یک عائله در نوبت اول خانه و کاشانه، کوچه و دهه و محل زیست خود را تازه و آزاده و آباد و زیبا گرداند. خلق آبادگر تاجیکستان به آینده همیشه نظر نیک و بنیادکارانه دارد و دلپرانه ابراز می نمایم که ما همه یک جا برای باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن عزیزمان صادقانه و صافدلانه زحمت کشیده برای بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم، تأمین زندگی پرسعادت
ساکنان کشور به خاطر دستاوردهای نو و فتح قله‌های باز هم بلندتر با قدم‌های استوار پیش می‌رویم. با اعتماد کامل اظهار می‌دارم که ما در سال نو نیز با وجود تأثیر منفی عامل‌های بیرونی یکجا با کل مردم شرفمند تاجیکستان تمام سعی و کوشش و امکانیت‌های خود را به خاطر آبادی وطن محبوبمان باز هم بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردممان و پیشرفت و ترقیات دولت صاحب استقلالمان سفربر می نماییم. امیدوارم که سال نو میلادی 2021 یعنی سال جشن مقدس و بزرگ ملی امان 30 سالگی استقلال و آزادی تاجیکستان دوره سعی و تلاش بی سابقه و زحمت صادقانه و اهلانه، سال تحکیم دستاوردهای خلق سربلند و شرفمندمان، تقویت پایه‌های دولتداری ملی و وحدت و ثبات جامعه می گردد. بار دیگر همه ساکنان سربلند و قوی اراده کشور و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسی سال نو میلادی 2021 صدقاً تبریک گفته برای هر یک آنها روزگار با سعادت، اقبال برند، فیض و برکت زندگی و به تاجیکستان عزیزمان آینده آباد و آسوده آرزو می نمایم. سال نو میلادی مبارک باشد هموطنان عزیز.